اسم من تو دل شب خورخه لوئیس بورخس. خودش اتاق توی دفتر نوشته شده بود و هنوز مرکبش خوب خشک نشده بود. فکر کردم شما همین چند لحظه پیش رفتید طبقه بالا. کی خواب کیو میبینه ها؟ من میدونم که دارم تو رو خواب میبینم، ولی نمیدونم که تو هم داری منو خواب میبینی. نور زیادی یه دفعه به چشمم خورد. زیر اونجا توی تخت آهنی باریک من پیرتر، ما دوتاییم و در عین حال یکی هستیم. درست نمیدونم، اما دیروز تولد 61 سالگی بود. اون بیرون رویاهای دیگه در کمین بودن. نگاهی به ساعت ایستگاه قطار انداختم. دیدم که از 11 هم گذشته بود. تو دل شب قدم زنان به سمت هتل رفتم. یه نوع احساس تسلیم و آرامش رو تجربه کردم که جاهای خیلی آشنا به آدم دست میده. احساسی که قبلا بارها تجربهش کرده بودم. در عریض هتل 4 تاق باز بود. خود ساختمون بزرگ روستایی توی تاریکی مونده بود. وارد دالون ورودی شدم و توی آینه‌های رنگ پریدش تصویر گل و گیاهای توی سالن پذیرایی به چشمم خورد. عجیب بود که صاحب هتل منو نشناخت. دفتر ورود و خروج مهمونا رو به سمتم چرخوند تا امضا کنم. قلمی رو که به میز هتل زنجیر شده بود برداشتم و توی مرکبدون برنجی فرو بردم. بعد همینطور که روی دفتر خم شده بودم، اولین حادثه عجیب از حوادثی که اون شب برام زیر سر داشت اتفاق افتاد. اسم من خورخه لوئیس بورخس قبلا توی دفتر نوشته شده بود و هنوز مرکبش خوب خشک نشده بود. صاحب هتل بهم گفت فکر کردم شما همین چند لحظه پیش رفتید طبقه بالا. بعد خوب منو ورانداز کرد و حرفشو تصحیح کرد. عجب، عذرخواهی میکنم، شما آقا خیلی شبیه اون یکی آقا هستید، اما خب شما خیلی جوان ترید. من پرسیدم اون تو کدوم اتاقه؟ گفت خودش اتاق 19 رو خواست. همونی بود که نگرانش بودم. قلممو انداختم و سریع از پله ها رفتم بالا. اتاق 19 طبقه 3 بود. این اتاق به ایوون بیروح و درب و داغونی باز می شد با یه نیمکت مخصوص باغ و دور تا دورش نرده بود. اتاق 19 دنجترین اتاق هتل بود. به محض اینکه دستم به دست گیر خورد در باز شد. چراغ روشن بود. نور زیادی یه دفعه به چشمم خورد. زیر اون نور بیرحم با خودم روبرو شدم. Of a life once near, familiar shadows drawing near, and there in the stillness I resign to a peace so strange, a peace that's mine. Steps echo in a hollow hall as memories upon me fall. خودم رو اونجا دیدم. آره، خودم بودم. اونجا توی تخت آهنی باریک من پیرتر، چروکیده و خیلی رنگ پریده به پشت دراز کشیده بودم و چشمام بی حالت رو به گچکاری های سقف بود. بعد صداشو شنیدم. دقیقاً صدای خودم نبود. همون صدایی بود که گاهی از ضبط صوت شنیده بودم. ناخوشایند و یک نواخت. گفت خیلی عجیبه، ما دوتاییم و در عین حال یکی هستیم، اما البته هیچ چیز تو عالم رویا عجیب نیست. وحشت زده پرسیدم
پس این همش خوابه؟ اون به بطری خالی روی پاتختی مرمری اشاره کرد و گفت بله خوابه و مطمئنم که آخرین رویای منه. اما تو پیش از این که به امشب برسی رویاهای زیادی بعد از این میبینی. الان برای تو چه تاریخیه؟ من با ترس و لرز گفتم درست نمیدونم، اما دیروز تولد 61 سالگیم بود. اون گفت وقتی دوباره در حال بیداری به امشب برسی دیروز تولد 84 سالگیت بوده. امروز 25 آگوست 1983 هست. زیر لب گفتم چه انتظار طولانی. اون گفت نه برای من دیگه تقریبا هیچ فرصتی باقی نمونده. هر لحظه ممکنه بمیرم، هر لحظه ممکنه در چیزی محو بشم که برام ناشناخته است و هنوز این رویاهای همزادم رو به خواب میبینم. همون موضوع کسل کننده‌ای که از استیونسون و آینه ها گرفتم. احساس کردم آوردن اسم استیونسون یه نوع خداحافظیه، نه یه جور اظهار فضل خشک و خالی. من او بودم و اینو درک میکردم. برای اینکه موضوع رو عوض کرده باشم گفتم میدونستم این اتفاق برات میفته. درست همینجا توی همین هتل سالها پیش توی یکی از اتاقای طبقه پایین پیشنویس داستان این خودکشی رو شروع کردیم. انگار که داشت تکه های پازل خاطراتش رو جفت و جور میکرد آروم جواب داد بله، اما ارتباطش رو نمیفهمم. توی اون پیشنویس من یه بلیت یه سره خریدم. موقعی که به هتل رسیدم رفتم اتاق 19 که از همه اتاقها پرت‌تر بود. اونجا دست به خودکشی زدم. من گفتم برای همینه که اینجام. اون گفت اینجا؟ ما همیشه اینجا بودیم. من اینجا توی خیابون مایپو دارم تو رو خواب میبینم و از اینجا، از این اتاق که مال مادرم بود، میخوام راهی بشم و سفرم رو شروع کنم. در حالی که نمیخواستم بفهمم تکرار کردم که مال مادرم بود. آخه من دارم تو رو توی اتاق 19 خواب میبینم، طبقه بالای هتل کنار تراس. اون گفت کی خواب کیو میبینه ها؟ من میدونم که دارم تو رو خواب میبینم، ولی نمیدونم که تو هم داری منو خواب میبینی یا نه. اون هتل رو سالها پیش خراب کردن، شاید 20-30 سال پیش. گفتم این منم که دارم خواب میبینم. اثری از اعتراض و مبارزه طلبی توی این جملم بود. اون گفت به این فکر کن که تنها یه نفر داره خواب میبینه یا اینکه هر دو نفر دارن خواب هم دیگر رو میبینن. گفتم من برخصم، اسم تو رو توی دفتر هتل دیدم و اومدم طبقه بالا. گفت اما من برخصم و دارم توی خونه توی خیابون مایپو میمیرم. چند لحظه سکوت حاکم شد و بعد اون گفت بیا یه امتحانی بکنیم. وحشتناکترین لحظه زندگیت کی بود؟ دوتایی همزمان با هم شروع کردیم به حرف زدن. میدونم که هیچ کدوممون حقیقت رو نگفتیم. یه لبخند کمرنگ روی چهره سال خوردش نشست. حس کردم که این لبخند به نوعی انعکاس لبخند خودم بود. اون گفت ما به هم دروغ گفتیم چون حس میکنیم 2 نفریم، نه 1 نفر. واقعیت اینه که ما 2 نفر و در عین حال 1 نفریم. I saw him lying pale and still, a version of me against my will, with eyes fixed on a ceiling bare. He spoke to me in quiet despair. Is this a dream, a twisted game? Are we both shadows without a name? In the mirror's edge, a question gleams. Who dreams of whom and what it means? He asked me of the years to come, the dates I'd mark, the battles won, in fading whispers. کم کم این گفتگو داشت آزارم میداد و اینو بهش گفتم. بعد ازش پرسیدم تو اونجا توی سال 1983 نمیخوای درباره سالهای باقی مونده ی عمرم چیزی بهم بگی؟ گفت
چی میتونم به تو بگم برخص بیچاره؟ همون ناکامی هایی که تا حالا بهشون عادت کردی خودشون رو تکرار میکنن. تو توی این خونه تک و تنها میمونی و به کتاب‌هایی دست میکشی که حروفی ندارند، به مدال یادبود سویدنبرگ و سینی چوبی با نقش صلیب فدرال. یه جور انزواست. تو به ایسلند برمیگردی، توی شهر روم یه بار دیگه اشعار کیتس رو میخونی. کارهای دیگه هم هست که انجام میدی. تو بهترین شعرمون رو مینویسی، یه سوگنامه. دهن باز کردم و گفتم سوگنامه برای مرگ. نتونستم خودم رو راضی کنم که اون اسم رو بگم. اون گفت نه اون زن بیشتر از تو عمر میکنه. هر دو برای چند لحظه ساکت موندیم. اون وقت ادامه داد. تو کتابی رو مینویسی که مدتها آرزوشو داشتیم. سال 1979 متوجه میشی اون چیزی که تصور میکردی حاصل یه عمر کارته چیزی نیست جز مجموعه های از پیشنویسای پراکنده، و به اون وسوسه بیهوده و خرافه آمیز تن در میدی که کتاب بزرگ خودت رو بنویسی. خرافه‌ای که تحت تأثیر فاست گوته و اولیس در ما به وجود اومده. گفتن حیرت انگیزه که من صفحات زیادی رو سیاه کردم. من گفتم و آخرش متوجه شدی که شکست خوردی. گفت بدتر متوجه شدم که یه شاهکار به معنای دقیق کلمه. نیت خیر من بیشتر از چند صفحه اول دووم نیاورد. صفحات بعدی پر بود از هزارتوها، چاقوها، مردی که فکر میکنه یه صورت خیالیه، عکسی که فکر میکنه واقعیه، ببری که تو دل شب دزدانه قدم برمیداره، نبردهایی که تو خون آدمه، کشتی که از ناخنهای مرده ها ساخته شده، زبان کهنی که تو غروب خود به خود تکرار میشه و هر کسی نمیتونه بشنوتش، و خیلی چیزهای دیگه. تازه اگر درباره خاطرات کاذب یا دوگانگی نمادها چیزی نگیم، مراعات نظیرهای ناقصی که منتقدا با شادمانی کشفشون میکنن، نقل قولایی که همیشه هم جعلی و من در آوردی نیستن. پرسیدم منتشرش کردی؟ گفت من ایده نمایش پرسوز و گداز سوزوندن اون کتاب پیش از انتشارش رو حسابی سبک و سنگین کردم، اما اوضاع جوری پیش رفت که در نهایت کتاب رو با اسم مستعار منتشر کردم. بعد به من گفتن مقلد دست و پا چلفتی برخص، کسی که هر چند این نقص رو داره که برخص واقعی نیست، اما بازم همه نمودهای خارجی برخص اصلی رو منعکس میکنه. گفتم تعجب نمی کنم. هر نویسنده‌ای دیر یا زود به خنگ‌ترین شاگرد خودش تبدیل میشه. گفت اون کتاب یکی از جاده هایی بود که منو به امشب رسوند. البته جاده های دیگه هم بودن. حقارت سال خوردگی، این محکومیت که هر روز رو قبلا زندگی کردی. گفتم من اون کتاب رو نمی نویسم. گفت البته که می نویسی. حرفای من که الان زمان حال توه فقط یه خاطره مبهم از یه خواب میشه که درست به یاد نمیاریش. Failures past and words unsaid of stories born and quietly bled, the poems lost, the tales we keep, all shadows of a life too deep. And in your solitude you'll find the echoes that you've left behind, in empty halls, in ancient books, in the stillness where no one looks. متوجه شدم که از این لحنش یکم دلخور شدم. لحنی که خود منم بدون شک توی کلاس هام به کار میگیرم. از این واقعیت دلخور شده بودم که ما اینقدر شبیه هم بودیم و اون داشت از فرصتی که نزدیکی به مرگ بهش داده بود سوء استفاده میکرد. برای اینکه کمی مقابله به مثل کرده باشم گفتم راستی مطمئنی که داری میمیری؟ جواب داد بله. یه جور خوشی و آسودگی احساس میکنم که قبلا هیچ وقت حس نکرده بودم. نمیتونم وصفش کنم.
چرا از حرفای من انقدر دلخور به نظر میرسی؟ گفتم چون ما زیادی شبیه همیم. من از قیافه تو که کاریکاتور قیافه منه بیزارم. از صدات بیزارم که تقلید مسخره صدای منه. من از شکل جمله بندی های رقت انگیز تو بیزارم که مال خودمه. اون لبخند زد و گفت منم همینطور. اصلا برای همینه که تصمیم گرفتم خودکشی کنم. از بیرون صدای آواز یه پرنده اومد. هر دو سکوت کردیم و گوش کردیم. بعد گفت این آخریشه. اشاره کرد که بهش نزدیک بشم. دستش رو دراز کرد که دستمو بگیره. من خودمو عقب کشیدم. از برخورد دستامون میترسیدم. اون گفت رواقیون گفتن که ما نباید از زندگی شکایت کنیم. در این زندان همیشه بازه. من همیشه اینو درک کردم. خود منم همچین نگاهی به زندگی داشتم، اما کاهلی و بزدلی مانع این کار میشد. حدود 10-12 روز پیش سر کلاس درس وقتی داشتم یه بیت 6 هجایی رو تخطی میکردم، یه دفعه کشف کردم که راه آیندم کدومه و این تصمیم رو گرفتم و از اون لحظه به بعد خودم رو آسیب ناپذیر احساس میکنم. تو هم یه روز با همین سرنوشت روبرو میشی. تو هم تو گرماگرم درس دادن به اون کشف و شهود ناگهانی میرسی و در عین حال این گفتگوی پیشگویانه رو که در 2 زمان و 2 مکان مختلف داره اتفاق میفته رو به کل از یاد میبری. وقتی بعدها این رویا رو توی خواب ببینی، تو این کسی خواهی بود که منم و اونی که تویی رویای منه، یعنی رویای توه. گفتم من اینو فراموش نمی کنم. میخوام فردا یادداشتش کنم. گفت من در اعماق حافظه تو جا میگیرم، زیر امواج عمیق ترین رویاهای تو. وقتی که اونو مینویسی فکر میکنی که داری یه داستان خیالی به هم میبافی و ضمناً فردا هم نیست، چندین سال بعده. و بعد یه دفعه ساکت شد. متوجه شدم که مرده. منم به نحوی با اون مرده بودم. با اندوه روی بالشش خم شدم، اما دیگه هیچ کس اونجا نبود. از اتاق دویدم بیرون. اون بیرون نه حیاتی بود، نه راه پله‌ای از سنگ مرمر، نه ساختمان بزرگ و بی سر و صدایی، نه درخت اوکالیپتوسی، نه مجسمه‌ای، نه آلاچیقی توی باغ، نه فواری و نه دروازه هتلی. اون بیرون رویاهای دیگه در کمین بودن. Through corridors dim where time unwinds, I trace the shadows left behind. In mirrors pale, I see the blues, ghostly petals in empty rooms. Am I the dreamer, or am I dreamed? Caught in webs of a life redeemed, lost in halls where echoes play. In endless dusk, I fade away. A name inked twice in midnight's veil, strange as a story untold. تنها کجایم که می آمدند و می رفتند، افسانه خیابان‌ها می شدند، خانه ها را بر می افروختند، خاک را متبرک می کردند. راه درازی انگار طی شده است، این قصه کودکان بسیاری را شاید به خواب برده باشد. من بوی خاک را می شنوم که در پی گرمای ماست. قصه همیشه از دل شب آغاز می شده است،
تنها کجایم که می آمدند و می رفتند، افسانه خیابان ها می شدند.